سلام. ما انواع لولا داریم. یه لولا مثل این لولا 130 درجه بهش میگن، 120 درجه بهش میگن، یه همچین حالتی داره. بعد برای کابینت کارا، برای کابینت استفاده میشه. این برای جاهاییه که یه ثابتی میخوریم، جایی هست که در نمیخوره، مثلا کابینت با هم تداخل داره، یه ثابتی یه جا میخوره، بعد دره میاد بعد از اون ثابتی قرار میگیره. ما به خاطر اینکه بتونیم در بذاریم برای اون قسمتی که بعد از ثابتی در میخواد که برای این کابینت در بشه، یه حالت کنج مانند، اکثرا در 99% برای کنج ها ما ثابتی میزنیم. یک حالت ستون مانند 7-8 سانتی میبندیم، بعد لولا را به در با اون ستون 7-8 سانتی میبندیم. ولی جاهایی هست که اون وقتی که اون ستون 7-8 سانتی رو میبندیم، عمق اون کابینت کم میشه، یعنی اون 7 سانته داخل عمق کابینت بسته میشه و از داخل کابینت اون 7 سانتی کم میشه. یعنی مثلا کابینت اکثرا برای هوایی هست، برای کابینت زمینی هست، ولی مثلا کابینت زمینی حالا عمقش تا 55 سانته مشکلی پیدا نمیشه اکثرا، ولی برای کابینت بالا که حدودا عمقش 30 سانته، اون 30 سانت، این 7 سانت از اون 30 سانت کم میشه، کلا 22 سانت میمونه، خیلی کم میشه و استفاده ازش مشکله. بعد ما به خاطر اینکه بتونیم اون 7 سانتی رو نبندیم، میتونیم از این لولا استفاده کنیم که دیگه اون 7 سانتی رو نمیخواد، یعنی اینجوری بسته میشه به در و این بسته میشه به خود ثابتیه و دیگه نیازی نیست اون ستون 7 سانتی رو ببندیم. مثل این قسمت ببینید، اینجا الان یه تداخلی ما داشتیم، دو تا در کابینت میاد بغل هم دیگه، این در اینوریه اینجوری باز میشه و این ستونه، این کابینت مال 6-7 سال پیشه، این ستون 7 سانتیه اینجا بسته شده و این لولا بسته شده اینجا. ما از اون لولای 120 درجه که استفاده کنیم دیگه این 7 سانتیه رو نمیخواد، یعنی از این عمق داخل کابینت دیگه کم نمیشه، اون لولای بسته میشه به ثابتی که داخل این کابینت بسته شده و این ستون حذف میشه و شما فضای کافی برای اینجا رو دارین که راحت تر استفاده کنید. لولای بعدی لولای کپسولی بهش میگن، 0 درجه بهش میگن. اینم بهتون بگم که لولاها یه سمت این شکلی دارن، یعنی ته لولا اینجوریه. مته گازور ما به اصطلاح هم بهش میگیم، مته 3.5 سانتی هست که داخل در میخوره، این قسمتش سمت در میخوره و این قسمت لولا سمت بدنه میخوره. این لولا دیگه اون مته را نداره، این لولا خودش فقط با پیچ ساده بسته میشه. بعد یه عیبی که این لولا داره، جای ریگلاژ با پیچ نداره. این لولاها جای پیچ و ریگلاژ دارن، این اونا نداره. این جای ریگلاژش همین حالت کشو یا حالت بیزی شکلا هست که با این تنظیم باید بشه. این لولا برای جایی بسته میشه که مثلا دو تا در میخوایم به هم دیگه ببندینش، دو طرفش بسته میشه. یه استفاده دیگه داره که تو خونه ها میتونن مردم ازش استفاده کنن، جای لولاها به مرور خراب میشه، جای پیچاش هرز میشه به اصطلاح و اون پیچ اونجا ول میشه. بعد شما به خاطر اینکه بتونین لولا رو عوض کنی، حتما باید جای لولا رو عوض کنی، چون قبلا این گردبر گازور مته گازور خورده و شما بخوای جای لولا رو عوض کنی باید یه گردبر دیگه، یه لولا مته گازور دیگه بزنید تا بتونید یه لولای جدید ببندید. میتونید اون کار رو با این لولا انجام بدید تو خونه که نخواید در رو ببرید، مثلا چون اون مته گازوره مخصوص کار MDF کاراست، تو خونه و اینا زیاد پیدا نمیشه. میتونید از این لولا استفاده کنید و جای لولا رو با این لولا عوض کنید. این یه سمتش به بدنه بسته میشه، یه سمتش هم به در و همون کار لولا رو انجام میده. منتها تنظیماتش خیلی سخته، چون اون لولا پیچ برای تنظیم داره، این دیگه اون پیچا رو نداره و خیلی استفادهش محدوده. این لولا و این لولای 120 درجه خیلی لولا استفادهشون محدوده و بیشتر اکثرا کابینت کارامون هم جاهای خیلی خاص استفاده میکنن. لولای بعدی لولای معمولی و ساده است که 95% 99% استفاده این لولا هست، یعنی از این لولا استفاده میشه برای کابینت کاری، کمد دیواری، برای کمدهای سیاره مثلا داخل اتاقا، برای جهیزی ها، این از این لولا استفاده میشه. این لولا دو نمونه داره، یه نمونه ساده داره
که پمپ و جک و اینا نداره. خیلی فنرش قویه، خیلی سریع بسته میشه. ببینید آنی بسته میشه. این قبلا استفاده میکردیم، ما الان 3-4 سال از این لولا دیگه اصلا استفاده نداریم. و مثلا برای کابینت شما اینا ببندید، در وقتی خواستید ببندی باید خودتون در آروم نگه داریم ببندید، وگرنه به شدت و سریع با ضربه در میبنده. فنرش هم به شدت قویه، ببینید اصلا با یه مکافاتی باز میشه. بعد این لولا هم تازه 2 نمونه داره. این لولا الان این قسمتش 2 پیچ هست، اینا 4 پیچ هم داره مثل این یکی. برای تنظیم، برای اینکه پیچ بیشتری ببندید که دیرتر جاشون هرز بشه، خراب بشه و جای ریگلاژ بیشتر داره، محکمتر میشه، دره خیلی دیرتر خراب میشه جای لولاشون. اون تا این نه، این 2 پیچ جای 2 پیچ بیشتر نداره و دیگه هم از مد رفته. اکثرا کارهایی که زیاد کیفیت آنچنانی نداره از اینا میبنده. این لولا همون کار انجام میده ولی پمپ داره. بعد اینا هم چند فنره داره. اینجا رو میبینید، این قسمت ضعف این لولا توی این قسمته، این فنری که حالت ورق مانند گذاشته و این پیچاش که بعضا اگه خیلی فشار بیاری و جنس لولای ضعیف باشه هرز میشه، خراب میشه. این لولای پمپی بهش میگن. پمپ کوچیک داره، بزرگ داره. بعد 4 پیچه. بعد لولا به آرومی بسته میشه، یعنی شما در همون اول کارم که کلا رهاش کنی خیلی آروم میاد بسته میشه. و الان که دیگه فکر کنم دیگه اکثرا، حالا نمیدونم چند درصد، ولی اکثرا دارن از این لولا استفاده میکنن که حداقل در به اون محکمی برخورد نکنه و به قول یار گفتنی زودم خراب نشه. لولای دیگه که داریم به لولای توکار معروفه. درهایی که کاملا داخل فرم کار میشه، یعنی در دورش کامل باکس کابینت یا باکس کمد یا هر چیزی که در لولایی میخوره، لولای گازر کابینتی، این دره کامل داخل فرم هست. حالا تو کابینت هم بهتون نشون میدم که دری که رو کار میشه با دری که تو کار میشه. این لولا 1 سانت تا 8 میل، 1 سانت تا 6 میل تا 8 میل داخلتر از بدنه کار میشه و در داخل فرم قرار میگیره، یعنی دوره در یه قاب MDF وجود داره که این هم همون 4 پیچ هست، پمپی هست و 2 تا پیچ هم داره برای سفت کردن در که یه جا ثابت وایسه. اینم برای ریگلاژ در هست که عقب جلو میشه. ببینید این در الان از یک سمتش قاب پیداست، از یک سمت قابی نداره، یعنی این سمت چپ تصویر در روکار است که لولای معمولی بسته میشه، این ورش که فرم داره لولای توکار بسته میشه. حالا ضعف این لولاها کجاهاشونه؟ یکی که همین پیچای ریگلاژ و بستنشه که سفت، این پیچ ریگلاژ شد، این پیچ سفت کردن در که دیگه تکون نخوره. این پیچ اصلی است که سفت میشه، این پیچ متحرکشه که برای عقب جلو و تنظیم فاصله بین درها و ریگلاژ در هست. این یکی این که این دوتا خراب میشه، جاشون هرز میشه. یکی هم این فنراست که یا این پینه در میره یا این فنرها میشکنن. اینا حالا جدیدن توی این فنریا که اینجوری زدن خیلی کمتر اتفاق میفته، ولی توی این لولا قبلیه که حالت یه تیکه ورق مانندی بود که به عنوان فنر استفاده میشه، این فنر کامل میشکنه از اینجا که این دیگه باید کامل عوض بشه و قابل تعمیر نیست. یه ایرادی هم که پیدا میکنه، این پین مال این که ته لولا را به خود لولا وصل میکنه. این پین از جاش در میره، بعد در خیلی کامل ول میشه و حالت خرابی پیدا میکنه. شما اگه بدونی که این پینه میتونید جا بزنید و برای دوباره یه مدتی کار میکنه. یکی پس این شد این پین، یکی این فنر، یکی هم جای پیچاش. 3 تا نقطه ضعفی که این کل لولاها دارن اینه. حالا به قول یار گفتنی رو کابینت هم بهتون توضیح میدم آخر فیلم که چجوری کلا درها تنظیم کنید اگه لولا جاش خراب شده یا تنظیم میخواد. تو اکثر خونه ها لولا که تنظیماتش به هم میخوره یا دره به یه مدتی که کار میکنه حالت افتادگی پیدا میکنه، به بدنه گیر میکنه.
چجوری اون گیرا رو رفع کنیم. در کابینت رو بعضی موقع باز میکنیم میبندیم، یه صدای میده، اون صدای مال همین است که در به بدنه گیر میکنه. اینا باید با یه لولا اگه خراب نشده باشه با یه تنظیم خیلی ساده با یه پیچ گوشتی تو خونه میتونید انجام بدید. اگه هم خراب شده باشه بازم خودتون میتونید عوض کنید. اون تا اگه جاش خراب شده باشه که دیگه باید یا جای لولا تو در عوض بشه یا همین لولای 0 درجه ها رو ببندین که اینم یه کمی سخته و تنظیمات پیچ با پیچ تنظیم نمیشه حقیقت. خب حالا چجوری این لولا طرز کارش چیه، چجوری تو خونه بتونیم راحت اینو تنظیمش کنیم بدون اینکه مثلا زنگ بزنیم یه MDF کار بیاد یا خودمون به راحتی یه کار به شدت ساده است. این پیچ برای تنظیم عقب جلوی دره، یعنی این پیچ رو اگه سفتش کنیم در رو به سمت جلو میکشه، اگه شلش کنیم در رو به سمت عقب هلش میده. این پیچ مال کل نگهدارنده این درب بدن است، یعنی اگه شل کنیم در از بدن کلا ول میشه. بعد سر و صدایی که از درای کابینت میاد که گیر میکنه و سخت بسته میشه سخت باز میشه مال فاصله این فاصله در و بدن است. شما حدود 1 میل حداقل باید بین در و بدن فاصله باشه، وگرنه گیر میکنه، هم در بد باز و بس میشه هم صدا میده. شما میتونید این مشکل رو به راحتی با این پیچ ریگلاژ حلش کنید یا با این پیچی که سفت میکنه در را کلا ثابت میکنه. برای اینکه بتونید در را از بدنه فاصله بدید باید این پیچ ریگلاژ را کامل شل کنید، چون وقتی اینا خیلی که سفت بشه یه حالت اهرم‌مانندی برای این پیچ ایجاد میکنه. این پیچ خیلی سفت بسته میشه. اول باید این پیچ رو شل کنید، فشاری که این لولا روی این پیچ داره از اون روی پیچ برداشته بشه، پیچ شل بشه. یه کوچولو ببینید اینجا کلی جای ریگلاژ حدود 7-8 میل نزدیک 1 سانتی جای ریگلاژ داره، یعنی دره میتونه از بدن فاصله بگیره. شما اندازه 1 میل مثل همین الان در این کابینتی که اصلا گیری نداره فاصله بدید، این مشکل سر صدا و سفتی باز و بسته در حل میشه. اینا شل میکنید. این که شل بشه فشار این خود لولای گازور آهنه از این پیچ برداشته میشه، پیچ را شل میکنید، یه ذره لولا را توی این ریگلاژ به سمت جلو هل میدید، فاصله ای که حدود 1 میلی ایجاد شد اینا سفتش میکنید، بعد اینا سفت میکنید. اول اینا سفت کامل میکنید، بعد اینا سفتش میکنید، در صورتی که اینا تا جایی که نیازه، تا جایی که درز بین درها درست بشه، مثل این حالت. ببینید من الان بخوام اگه این در رو فاصلهش زیاد کنم، اون پیچ ریگلاژ رو شل میکنم، در به سمت عقب این وری حرکت میکنه و این فاصله زیاد میشه. بعضی جاها در افتادگی پیدا میکنه، این دوتا در به همدیگه گیر میکنه، باز سر صدا ایجاد میکنه. این به خاطر همین ریگلاژ و شل شدن پیچ های لولا هستش. شما اگر این ریگلاژ رو هم سفت بکنین این درز خیلی کم میشه، میاد به چسبه به هم. پس ریگلاژ به فاصله درها و فاصله دوتا در عقبی که لولاهاشون توی سمت بسته شده. ببین این دوتا لولا توی یک ستون مشترک بسته شده. خب این دوتا وقتی به هم گیر کنه لولای این در و لولای در راستی رو ریگلاژشو با ریگلاژ میتونید این فاصله بین درها رو به راحتی با حدود نیم دور 1 دور نهایتا صفر شل کردن پیچ ریگلاژ لولا اینو حلش کنید. و برای گیر کردن درم که بهتون گفتم با همین دوتا پیچه، با این 4 تا پیچم که اینجا صفر شده، و سعی کنید خیلی به این پیچ هایی که لولا رو ثابت میکنه، به این دوتا پیچ و به این 4 تا پیچ. حالا این ور 4 تا پیچ داره، باز جای زیادی داره برای اینکه مثلا اگه دوتاش هر شد حداقل دوتاش محکم میشه، مشکلی پیدا نمیکنه. ولی این ور که دوتا داره کلا این پیچ ها رو زیاد باز و بست نکنید، چون پیچ های خودکار تو اینه بسته میشه. 2-3 سری که اینا رو باز و بست کنید
اون حالت پودر مانند میشه، انگار مته زدین داخل ملامین یا MDF. اون داخل نوپان یا داخل MDF یا داخل ملامین رو یه خورده خالی میکنه هر سری که شما باز و بس کنید و برای باز سوم و چهارم احتمال اینکه پیچ هرز بشه و خراب بشه جاشون خیلی احتمالش زیاده و دیگه یا باید اگه جا داشته باشه پیچ بلندتر ببندین. اینا پیچ 1.6 میل بسته میشه، مگه اینکه دوبل باشه پشتش، ستون پشتیش، از اون موقع میتونید پیچ 2.5 هم ببندین. اگه خراب شد و دیدین پیچاتون کوتاهه و پشتش جا داره میتونید پیچ 2.5 هم ببندید که دیگه عمری میشه، خیلی دیرتر خراب میشه. ولی اگه جایی بود که پشتش جا نداشت، یعنی این ستونه که اینجاش دوبل نبود، این فقط یه دونه ضخامت نوپان بود، 1.6 میل ضخامتشون، این اگه یه دونه بود و مجبور بودین پیچ 1.6 میل ببندید، سعی کنید اینا رو زیاد باز و بس نکنید. یکی دو بار باز کنید ببندید، اون حالت پودر میشه داخلش، میریزه بیرون از داخل نوپان یا ملامین یا MDF، بعد هرز میشه، خیلی بد میشه. اون موقع میتونید یا با چسب 1-2-3 ببندین، یه چند تا قطره چسب 1-2-3 بزنید به جای پیچ یا با پیچ را با خود چسب 1-2-3 ببندین که باز اونم یه مدت دوام میاره.